چی؟ من دعوا کن. برای چی دعوت کنم؟ بابا جونم میری بخوابی؟ بابا جونم میشه منو دعوا کنی؟ بهت میگم برو بگی بخواب. آها خب خودت میگی دعوام کن که دعوت نمی کنم. پدر مادر این دختر کوچولو هم نمیدونن که داره چی میخواد. این دختر بچه یک پدری رو دیده که با دخترش یا پسرش دعوا کرده، یا این اتفاق توی کارتونی فیلمی افتاده و نتیجتاً دیده که چه اتفاقی افتاده بین اونا. این کار رو تمامی بچه ها میکنن، حتی بچه های بقیه حیوانات هم میکنن. تلاش برای شبیه سازی موقعیت، برای تجربه کردن آن چیزی است، برای خودتو در تجربه قرار دادن آن موقعیتی است که در آینده زندگی به صورت جدی پیش خواهد اومد و تو باید برای اونها آماده باشی. دلیلی که این همه تصوراتو میکنن همون مکانیسمیه که در این دختر این رو تحریک کرده، در این دختر بچه این رو تحریک کرده که از بابات بخوا که تو رو دعوا کنه. من میخوام این موقعیت رو تجربه کنم. یه بار تجربه کردم در دیگری، ولی هنوز کامل درکش نکردم. به هر حال به این تجربه نیاز داره، احتیاج داره که این ابزار رو هم بگیره بذاره تو جیبش. یکی از چیزایی که لازم داره یک صحنه بامزه که این رو به اصطلاح در دوربین ویدیوش این صحنه رو دستگیر کرده، این صحنه رو کپچر کرده و در فضای آنلاین پخش کرده رو باعث شده.